امروز 22 مرداد ماه سال 1404 هست که با جناب آقای دکتر لوراسبی و تیمی که همراهشون هست قصد ورود به داخل فضای آرامگاهی داریوش بزرگ در مجموعه نقش رستم را داریم. من الان در قسمت ورودی آرامگاه هستم و در ارتفاع حدود 28 متری از کف محوطه نقش رستم و قصد ورود به داخل آرامگاه. داخل فضای آرامگاه داریوش بزرگ هستیم. این یکی از اولین آرامگاه دوره هخامنشی آرامگاه داریوش بزرگ و بزرگترین فضای آرامگاهی را داریم که حدود 90 متر مربع هست. به محض ورود یک درب ورودی این قسمت داشته که حدود 1.70 ارتفاع داشته که در زمان حمله درب شکسته شده و وارد فضای داخل آرامگاه شدن. اینجا به محض ورود یک دالان داریم که حدود 18.5 متر طول این هست و عرض 2.30 و ارتفاع 3.70. به محض وارد شدن در دقیقاً روبروی درب ورودی 3 تا قبر اینجا می‌بینید یه دهلیز هست که 3 تا قبر داخلش هست و همینطور به سمت راست آرامگاه که نگاه کنین باز 2 تا دهلیز که دیگه که داخل هر کدوم از اونها 3 تا قبر هست و همه اینا یک درپوش داشتن. اینجا دهلیز دومی هست و داخل دهلیز دومی هم 3 تا قبر وجود داره که نمونه های درپوش ها رو اینجا میبینید که اینجا کاملا روی اون درپوش قرار میگرفته. چیزی که بسیار جالب توجه است به واسطه وجود رگه‌هایی که توی صخره وجود داشته جهت جلوگیری از ورود رطوبت و آب اینا به داخل قبرها یک سری آبراه‌های اطراف قبرها تعبیه شده که آب از گوشه ها را هدایت میکرده به سمت داخل دالان و در قسمت چپ آرامگاه اون قسمت فضای وجود داره که کل آب از اون یک رگه داخل صخره کوه است که از اونجا به بیرون از آرامگاه هدایت میشده. اینجا دهلیز سومی هست که 3 تا قبر رو داخل اینجا داریم. روی این قبرها در پوش‌های سنگی که احتمالاً از همین خود سنگ‌های خود فضای آرامگاه کنده‌کاری شده بود و روی اینا قرار گرفته. این در پوش‌ها احتمالاً در حمله اسکندر و یا حملات بعدی داخل به خود فضای آرامگاهی دستبرد زدن و باعث خرد شدن این درپوش‌ها شدن که درپوش اولی از سمت راست خرد شده و قطعه آن داخل فضای قبور افتاده، دومی را همینطور و سومی را گوشه آخر خرد کردن و به متعلقات داخل قبور دستبرد زدن. خب درب ورودی هست، یک دربی که درب سنگی یک پارچه بوده و 2 تا پاشنه داشته که پاشنه ها را قسمت بالا قرار میدن و قسمت پشت درب و بیرون وای میسن. نفر آخر که قرار داده بودن داخل این آرامگاه از سمت بیرون درب و میکشیدن و در برای همیشه پلم میشده اینجا.